یه غروب خوشرنگ درست جایی که دل شهر آروم میزنه. جلوی مرکز خرید گلسار دوباره همون گروه موسیقی دوست داشتنی جمع شدن. یکی گیتار به دست انگار داره با تارهای سازش قصه میگه. اون یکی با صدایی پر از احساس آهنگ ای گل رویایی از امید رو میخونه. صداش نرم و مخملیه، مثل آغوشی که آدمو آروم میکنه. نوت‌ها پرواز میکنن تو هوا، میچرخن دور سر آدم. اگه دل داری به موسیقی، اگه اهل حس کردنی، بشین، فقط بشین و بذار این لحظه تا ته وجودت بره.
بعد از اون اجرای دلنشین حالا وقتشه که با هم بیاییم. قدم به قدم توی خیابونی که پر از نازه. از میدون صابرین شروع کنیم، جایی که نبض گلسار میزنه. بوتیکا، ویترینا، گل فروشی هایی که هر گلی توشون انگار داره لبخند میزنه. و اونایی که از جلوی این مغازه رد میشن، مخصوصا خانومایی با مانتوهای شیک، عینک‌های آفتابی خوش فرم، لبخندای نصفه، قدم‌های شمرده. بعضیاشون با یه روسری حریر باد رو بازی میدن. بعضیا با عطرشون خیابون رو عاشق میکنن. از کنار کافه هایی رد میشم که پر از صدای خنده است. پسرایی که نگاهشون دنبال نازه و دخترایی که با یه چشمک تموم خیابون رو میبرن. همه چی اینجا یه حس خاص داره، یه حس لاکچری دلچسب. زوجهایی که دست توی دست قدم میزنن. دخترایی که با یه شلوار جین تمیز و یه کفش سفید مدل زنده مجله های مد شدن. میدونی کدوم رو میگم؟
همینطور که جلو میرم میرسم به سراح گلایول. از اونجا پیچ میخورم سمت بلوار گیلان، جایی که سکوت و وقار دست به دست هم دادن. تا میرسم به برج گلسار. اون ساختمون قد بلند و پر زرق و برق که مثل یه شاهزاده وسط دل محله ایستاده. و بعد مسیرم رو برمیگردم تا دوباره شیرجه بزنم وسط زندگی.
وسط‌های خیابون دوباره یه اتفاق ناب. یه گروه دیگه، 2 پسر جوون پر از انرژی. یکی گیتار میزنه، اون یکی با کاخون همراهی میکنه. موسیقی بی کلامشون از کلام هم پرمعناتره. انگار با هر ضربه داره به قلب خیابون تلنگر میزنه. ریتمشون تند نیست ولی دلبره. یه جور بی صدایی عاشقانه است. و دوباره راه میافتم. این بار حس میکنم خیابون داره زیباتر میشه. انگار خورشید نور طلاییشو فقط برای خانم‌های اینجا فرستاده. خانم‌هایی که با هر قدم دل رو میبرن. اونایی که یه شال ساده رو تبدیل به فشن میکنن. اونایی که با یه نگاه 1000 قصه تو دل آدم میندازن. بعضیا شونه بالا میندازن و رد میشن. بعضیا با گوشی تو دست تو دنیای خودشونن.
ولی همشون یه چیز مشترک دارن. جذابن، خوش استایلن، با کلاس، انگار مدل زنده پینترستن. از کنار مغازه های رد میشم که قیمت هاشون خودش یه داستانه. شیشه هاشون برق میزنن، اجناسشون خاصن و پشت ویترین فروشنده هایی که خودشون انگار بخشی از دکورن. و حالا کم کم به انتهای مسیر میرسم. دوباره میدون صابرین، دوباره جایی که همه چی شروع شد. 25 دقیقه قدم زدم، نفس کشیدم، دیدم، شنیدم، حس کردم. از صدای گیتار تا بوی عطر خانوم ها، از برق ویترین ها تا لبخند گذری یه دختر خوشگل. اگه تو هم تا اینجا با هم اومدی، یعنی دلت با دل این خیابون گره خورده. پس حتما برام بنویس کدوم لحظه، کدوم صحنه بیشتر دلتو برد. کجا دلت لرزید؟ کجا لبخند زدی؟ کجا خواستی جای من باشی؟ و یادت نره تا وقتی خیابونا اینقدر قصه دارن، منم هستم با دوربینم، با چشمام و با صدایی که فقط برای تو میگه بیا بازم با من قدم بزن.